امروز در شهر دوشنبه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی مؤسسه دولتی کاخ وحدت را پس از تعمیر و نوسازی مورد بهره برداری قرار دادند. همچنین پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در معرفی 36 اتوبوس و 69 ترالی بوس نو در شهر دوشنبه اشتراک نموده در کوچه سعدی شیرازی ناحیه سینای پایتخت دو بینای بلندآشانه استقامتی را برای کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار دادند. گزارش همکاران ما 11 دکبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در شهر دوشنبه مؤسسه دولتی کاخ وحدت را پس از تعمیر و نوسازی مورد بهره برداری قرار دادند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان از شرایط و امکانیت‌هایی که پس از نوسازی در انشاءات فراهم آورده شده است شناس شدند. مؤسسه دولتی کاخ وحدت از 4 آشانه عبارت بوده. تعمیر و تجدید آن سال 2017 آغاز گردیده بود. در این مدت به پررنگی نوسازی گردیده. در آن شرایط مساعد گذراندن چهاربینی‌های سیاسی سطح بلند از جمله ملاقات و واخوری سران دولت‌ها، همایش‌های منطقوی و بین‌المللی، جلسه‌های کاری، صحبت و واخوری‌های اهل زیای کشور با سران دولت‌های خارجی، بیزنس فورم‌ها، نمایشگاه‌های ساحوی جمهوری، منطقوی و بین‌المللی فراهم آورده شده است. طور ضمنی بازدید معلوم گردید مؤسسه با صنعت بلند معماری و صفت اعلی به پررنگی نوسازی گردیده است. از جمله درآمدگاه بینا با استفاده از سنگ‌های محلی آرایشی که شکل زیبا و صفت بلند دارند زیب و زینت یافته است. 2 عدد زینه‌پایه که برای درآمدن به تالار اساسی پیش بینی گردیدند با اسلوب ناتکرار نوسازی شده. هنرمندان محلی با استفاده از صنعت کنده‌کاری و چوب تراشی آن را آرا دادند. سقف و دیوارهای دالان مؤسسه با اسلوب خاصی آینه‌بندی و گچ‌کاری زینت یافته. با استفاده از قندیل و دیگر دستگاه‌های روشنی‌دهی به زیبایی انشاءات مذکور حسن دیگر ضم گردیده است. در مجموع تمام راهروهای داخل کاخ وحدت با همین اصول تجدید شده است. با سبب آنه که در دوره‌های خنکی بینا در لحظه‌های استفاده بری کمبودی‌ها داشت، در وقت‌هایی که چهاربینی‌ها می‌گذشت اذیت می‌کشیدند، مردمی که اشتراک می‌کردند در چهاربینی‌ها. با این خاطر جناب عالی محترم امامعلی رحمان دستور دادند که برای مهیا کردن شرایط اجتماعی نفرانی که در چهاربینی‌های سطح بلند دولتی و جمعیتی اشتراک میکنند شرایط مساعد فراهم آورده شود و این مؤسسه از جانب دیرکسیون ساختمانی انشاءات حکومتی مورد تعمیر و ترمیم قرار گرفت. مؤسسه دارای 10 تالار، 1 تالار کلان و 9 تالار خرد برای گذراندن چهاربینی‌های گوناگون سیاسی هم هر گونه چهاربینی که باشد ما میتونیم که از 50 تا 200 نفر تالارهای خرد داریم و خود تالار کلان تا 1000 نفر جای نشست دارد. در تالار اساسی کاخ وحدت برای 1000 نفر جای نشست تشکیل گردیده. تالار با کرسی‌های براحت و زمانوی مجهز گردانده شد. مشکلات اساسی تالار مذکور تأمین گرمی در سردی‌ها و هوای ساکن در گرمی بود که این مسئله در دایره دستور سپارش‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان با پررنگی حل گردیده. سیستم تأمین گرمیدهی مؤسسه کاملا نو و زمانوی کرده شد. همچنین سقف تالار با صنعت بلند معماری آرا یافته. هنرمندان محلی با استفاده از مهارت خاص آن را زیب و زینت دادند. سیستم شبکه‌های گرمیدهی که کل بینا را تامین میکند در این حجمی که 8560 کوادرات در بر میگیرد. با سیستمی که گرمی که ما میتیم سیستم گرمی که تقسیم کننده است. کلی نه تنها تالار کلان بلکه تالارهای مایده، تالارهایی که کنفرانس زال‌ها و دیگران در فصل زمستان گذرانی، فصل سرما ما میتونیم با گرمی که حرارت معتدلی که هست ما تامین کنیم. پورا نه تنها تالاری با تالاری خردهایی که هستند در فصل تابستان سالخینا تامین کرده میتونیم. با استفاده از صنعت گچ‌کاری و آینه‌بندی دیوارهای تالار کلان نوسازی شده است که حسن و زیبایی ناتکرار دارد.
همچنین اسلوب معماری ملی با جلب هنرمندان محلی در رنگ و آرایش تالار به طور وسیع استفاده گردیده است. دستگاه‌های روشنیدهی تالار پورا نوسازی شده است که این اقدام برای در سطح بلند برگزار نمودن چهاربینی‌های فرهنگی مساعدت خواهد کرد. تجهیزات تقویت آواز نیز از شرکت‌های معروف دسترس گردیده و برای استفاده بری وصل گردیدند. به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که غیر از تالار اساسی همچنین مؤسسه دارای 9 تالار دیگر میباشد که هر کدام آن از 50 تا 200 جای نشست دارد. در دایره کارهای نوسازی با پررگی همه تالارها تعمیر و تجدید گردیده با امکانیت‌های مساعد کاری که برای گذراندن واخوری و همایش‌های گوناگون ضرور است تامین شده است. در تالارهای خرد نیز میز و کرسی‌های زمانوی و براحت خریداری گردیده امکانیت‌های مساعد کاری فراهم آورده شده است. همزمان برای فعالیت کارمندان اتاق‌های علاهیده کاری تشکیل گردیده همه آن پس از تعمیر پررنگ مورد استفاده بری قرار داده شدند. همه آنها با سیستم مخصوص گرمایدهی پیوست گردیده همچنین جهاز ضروری کاری در داخل اتاق‌های کاری نصب شده است. برای قبول مهمانان عالی قدر باشد اتاق‌های علاهیده مشورتی که به استانداردهای جهانی مطابق میباشند مهیا شده است. در تخانه انشاءات باشد انبارخانه، حجره‌های تکنیکی، حجره برای عوض‌کنی سر و لباس و آشخانه موجود است. اطلاع داده شد که در دوره کارهای اجرا گردیده بام بنا تعمیر و نوسازی سیستم مهندسی داخلی انجام یافته انشاءات در دوره طلبات‌های جهانی نوسازی گردیده است. نمای بیرونی کاخ وحدت نیز به پررگی تعمیر و تجدید گردیده مطابق با معیارهای معاصر شهرداری رنگ و آرا داده شد. خصوصا شامگاهان نزد انشاءات رنگ و جلوه ناتکرار داشته آن با چراغک‌های رنگه و دستگاه‌های زیبای روشنیدهی تأمین کرده شده است. انجام کارهای مذکور زیبایی دیگر را به حسن شهر دوشنبه ضمن نموده امکانیت‌ها برای برگزاری هر گونه چهاربینی‌ها باز هم بهتر گردید. بار دیگر یادآور می‌شویم که مجمع کاخ وحدت برای گذراندن چهاربینی‌های سطحی بلند از جمله ملاقات و واخوری سران دولت‌ها، همایش‌های منطقوی و بین‌المللی، جلسه‌های کاری، بیزنس فورم‌های منطقوی و بین‌المللی پیش بینی گردیده است. تعمیر و نوسازی انشاءات مذکور ادامه منطقی تدبیرها در راه زیبا و زمانوی نمودن پایتخت مملکت بوده. در مجموع دوام چند سال آخر وسعت بنیادکاری در شهر دوشنبه که در دایره دستور و سپارش‌های راهبر دولت جریان دارند سیمای شهر را کلاً دیگر نموده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده مسئولین را وظیفه‌دار نمودند که امکانات موجوده را خوب و ثمرناک استفاده برند. پس از شناسایی با امکانات‌های کاخ وحدت سرور دولت محترم امامعلی رحمان در تالار برهوا با رهبریت شهر دوشنبه ناحیه‌های پایتخت مسئولین ساختارهای حفظ حقوق و دیگر اداره و کارخانه‌های پایتخت ملاقات انجام دادند. ضمن سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان توجه اشتراکچیان را به مسئله در سطح بلند تجلیل نمودن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان جلب نمودند. تاکید گردید که در این دایره باید کارهای آبادانی، سبزکاری، شناندن گل و بوته‌های آرایشی، درختان همیشه سبز و سایه افکن وسعت داده شود. همچنین سرور دولت مسئولین را وظیفه‌دار نمودند که فعالیت مرکزهای سودا، قهوه‌خانه، طرابخانه و آشخانه و دیگر موضع‌های سیرآدم را با نظرداشت رعایت تدبیرهای بهداشتی راه‌اندازی نمایند. در ادامه صحبت تاکید گردید که با در نظرداشت افزایش طلبات به قوه برق در سراسر مملکت باید فرهنگ استفاده بری نیروی برق رعایت گردیده از مصرف زیادتی نیرو استفاده دستگاه و تجهیزات خودساخت و سرمصرف جلوگیری کرده شود. در دایره ملاقات امروزه همچنین دیگر مسائل مبرم مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.